کی فکرشو میکرد با 2 قلم بشه یه نون پروتئینی خوشمزه و راحت درست کرد؟ برای کسایی که به گلوتن هم حساسیت دارن عالیه. من 2 مدل نون درست کردم، اگر دوست داشتی سیو کن تا هر موقع خواستی درستش کنی. اندازه رو براتون نوشتم، حتما کپشن رو بخونید. ماش رو 3 روز خیس کردم، داخل مخلوط کن ریختم، بهش تخم مرغ و آب و نمک اضافه کردم. اگر دوست داشتید میتونید از پودر سیر هم استفاده کنید. تابه رو گذاشتم داغ شد، موادم رو ریختم داخلش، گذاشتم وقتی خودش رو گرفت برگردوندم. من همین کار رو با عدس کردم. عدس رو 3 روز خیس کردم، داخل مخلوط کن ریختم، بهش شیرید اضافه کردم، نمک و تخم مرغ و آب. همه رو حسابی مخلوط کردم، داخل تابه ریختم، با یه قاشق صافش کردم، اجازه دادم که بگیره، بعد برگردوندمش. فوق‌العاده خوشمزه و راحته. بهتون توصیه میکنم حتما امتحان کنید. این نون برای کسایی که رژیم دارن هم عالیه، چون ساعت‌ها سیر نگهشون میداره. پس اگه این پست رو دوست داشتی برای دوستات هم بفرست. یادت نره لایک کنی.